سلام دوستای خوب، امیدوارم که حالتون خوب بوده باشه. امروز میخوایم در خصوص قرص‌های خواب آور و اینکه چه عوارضی برای افراد مخصوصا سالمندان میتونه داشته باشه با شما صحبت کنیم. با بالا رفتن سن معمولا افراد بیخواب میشن، خواب بدی رو به همراه دارن. برای همین نیازمند به این میشن که به دکتر مراجعه کنن و از قرص‌های خواب آور استفاده کنن. همینجا باید بگیم که استفاده از قرص‌های خواب آور حتما باید تحت نظر پزشک باشه. در غیر این صورت خطرات جدی رو به همراه خواهد داشت. اختلالات خواب از نظر علم روانشناسی، از اختلالات خواب میتوانیم بیخوابی رو نام ببریم. از دلایل بیخوابی از نظر روانشناسی ما میتونیم به کسایی که معمولا افسرده هستن اشاره کنیم. یعنی افسردگی از مواردی هستش که باعث میشه سالمندان خواب بدی داشته باشن، یا اینکه احساس عدم امنیت داشته باشن، دارای غم و غصه باشن، یا اون شب مواد کافئینی بیشتری رو استفاده کرده باشن، دمای محیط یا نور کافی توی محیط برقرار نباشه. همه هیجانات، مدیریت نکردن اونا از نظر علم روانشناسی باعث میشه که افراد سالمند خواب بدی رو داشته باشن. بیخوابی تو افراد میتونه به طرق مختلف اتفاق بیفته. ما بیخوابی حاد رو داریم، بیخوابی گذرا رو داریم، بیخوابی مزمن رو داریم. تو بیخوابی گذرا معمولا افراد از چند روز تا یک هفته اتفاق میفته که خواب خوبی نداشته باشن. تو بیخوابی حاد معمولا بین 3 هفته تا 6 ماهه و تو بیخوابی مزمن معمولا بیشتر از 1 سال. یعنی افراد اگر 1 سال از خوابشون شکایت کنن پیش پزشک و بگن که بدخواب هستن و خواب خوبی ندارن، اینا دچار بیخوابی مزمن هستن. قرص‌های خواب آور معمولا مثل مسکن‌ها عمل میکنن. انواع مختلف داره، بعضیاشون ماندگاری بالایی دارن، بعضیاشون ماندگاری پایینی دارن. از نظر سرعت عمل، از نظر اینکه چقدر توی افراد تاثیر داشته باشند متفاوت هستند. هیچ پزشکی قرص‌های خواب آور را به صورت دائم تجویز نمی‌کنه، چرا که باعث میشه که افراد به این قرص‌ها اعتیاد پیدا کنن و اگر یک روز این قرص‌ها را یک شب استفاده نکنن نتونن بخوابن. معمولاً قرص‌های خواب آور تو مغز، تو ذهن افراد، توی سیستم‌های انتقال دهنده عصبی افراد حمله میکنه، باعث میشه که این سلول‌های عصبی غیر فعال بشن و در نتیجه افراد احساس میکنن که حالت آرامشی دارن. خب عزیزان، اگر تا اینجای ویدیو ما رو دنبال کردین، لایک کنین، کامنت بذارین و به دوستانتون به اشتراک بذارین. خب دوستان، اگر در مورد عوارض کوتاه مدت قرص‌های خواب آور بخوایم برای شما صحبت کنیم، به صورت فهرستوار عارضه‌هایی که ممکنه برای سالمندان ایجاد کنه، ممکنه ضعف توی افراد سالمند بشه، باعث سرگیجگی، باعث آلرژی در سالمند، تاری دید برای سالمندان به وجود میاره، بیحالی، سردردی، توهم در سالمند و همچنین عدم هماهنگی در عضلات رو به همراه داره. باعث میشه که قضاوت اینها به اختلال بیفته، حافظه‌شون دچار مشکل بشه، تهوع و استفراغ رو مصرف این قرص‌های خواب آور توی سالمندان ممکنه ایجاد کنه. باعث میشه که افراد خشونت طلب بشن، پرخاشگر بشن، بیخواب بشن و تحریک پذیر بشن. افسردگی و عدم تعادل را هم به همراه داره. اگر در مورد عوارض دائم توی سالمندان که قرص‌های خواب آور به همراه داره صحبت کنیم، اختلالات عصبی رو به همراه خواهد داشت. یعنی اگر که به صورت طولانی مدت سالمند از قرص‌های خواب آور استفاده کنن، باعث میشه که این افراد به زوال عقلی و آلزایمر دچار بشن.
باعث میشه که اینها به آرامسازی مطلق برسن، استرسشون، افسردگیشون، اضطرابشون کاهش پیدا کنه، تعادلشون رو از دست میدن، عضلاتشون شل میشه و همه اینا به خاطر همون حمله قرصای خواب‌آور به سیستم عصبی، همون انتقال دهنده های عصبی هستش که باعث آرامسازی مطلق توی سالمندان بشه. پس حواسمون باشه که استفاده بیش از اندازه این قرصا باعث وابستگی روحی، روانی و جسمانی رو توی سالمندان به همراه خواهد داشت. در زمان استفاده از قرص‌های خواب‌آور حواسمون به تداخلات دارویی باشه. برای مثال قرص‌های ضد تشنج، ضد افسردگی، آنتی هیستامین ها باعث میشه که اثرات قرص‌های خواب‌آور هر چه زودتر از بین بره، یا استفاده از قرص‌های بارداری باعث میشه که سرعت دفع این اثرات به کندی صورت بگیره. و همچنین سیگار هم باعث میشه که قرص‌های خواب‌آور اثرات خودشون رو به زودی از دست بدن. در زمان استفاده از قرص‌های خواب‌آور مخصوصا سالمندان حواسشون باشه که یک مراقبی، یکی از اطرافیان به استفاده صحیح این قرص‌ها خوب دقت نظر داشته باشن. اولا حتما تحت نظر پزشک باشه، به صورت دائم استفاده نشده باشه، نیم ساعت قبل از خواب باشه، بین 2 تا 4 هفته و هر هفته 2 الی 3 بار باشه. از دسترس کودکان به دور باشه قرص‌های خواب‌آور. قرص‌های خواب‌آور به دلیل اینکه باعث میشه که افراد سالمند یا هر کسی که استفاده میکنه به خواب برن، از کارهایی که نیازمند هوشیاری بیشتر هستش تا بی اثر شدن این قرص‌ها از این کارها اجتناب به عمل